میخوایم اینجا رو ترک کنیم. اینجا خونه ماست، یه جنگل معمولی نیست. من پدرم رو از دست دادم و حالا نمیخوام خونمم از دست بدم. میکنم پدر صبر کن. همین تسلیم شدی؟ معلومه که نه. خیلی خوبه ولی امکان نداره شکستم بدی. من یه بار ضربه میزنم ولی یه ضربه یه کاری میزنم. جدی میگی؟ ولی پسرم بهتره به جای رجز خونی عمل کنی. خب این که تعجبی نداره، اونم به باباش رفته. اینطور نیست. وقتش که برسه ثابت میکنم که من بزرگترین و قویترین موجود این جنگلم، یعنی سلطانم. آفرین پسرم، دقیقا همینطوره. دیگه بس کنید، اگه بازم وراجی کنید کتک میخورید. وای چه جمله قشنگی مامان. اصلا هم خنده نداره. تو ساکت باش و تو هم اینقدر نجنگ. نکنه میخوای یه روز از پسرم یه جنگجو بسازی. من داشتم بهش دفاع شخصیت میدادم، میخوام ازش یه مرد بسازم. الان زوده، اون هنوز مرد نیست، یه بچه است. مامان خواهش میکنم آروم باش. نه نمیخوام آروم باشم. اگه بلایی سرت بیاد چی؟ تو که نمیفهمی یه مادر چقدر نگران بچه‌شه. باشه هر کاری دوست داری بکن ولی نیای پیش من گریه کنی. گمونم مادر از دست هر دومون حسابی عصبانی شد، مگه نه پدر؟ نگران نباش پسرم، من میدونم چطور مادرتو آروم کنم و اونو بخندم. چطور؟ با یه آواز. کل دنیا پر قصه میشه وقتی کسی گریون باشه، وقتی چشمی گریون شه، مثل بارونه که تو چشماشه، نمیتونه خوشحال باشه کسی تا وقتی اون غمگینه، انگاری که توی کل دنیا غبار غم میشینه. کاشکی میشد اون دوباره بخنده، آسمون خورشید و پس داده، تا وقتی بفهمه اون شاده، دیگه رنگین کمونی نمیاد، همه خنده ها میره از یاد، نمیتونه خوشحال باشه کسی تا وقتی اون غمگینه، انگاری که توی کل دنیا غبار غم میشینه. To forgive and to forget is what it takes, and that's what makes a family. One more pretty word out of you, and walk away is just what I'm gonna do. It's always the same song you barter. مثل چشمک ستاره دوستی برمیگرده دوباره، خوبی این اول میشه، آسمون خورشید رو پس داده تا وقت مطمئن شه که اون شاله، نمیتونه خوشحال باشه کسی تا وقتی اون غمگینه. کاشکی میشد اون دوباره بخنده،
سازگار با طبیعت زندگی کنید. برج‌های اقامتی سازندگان کاتجا. اگه بابا زنده بود و یکی از ما تیر میخورد، اون وقت اونم این جنگل رو ترک میکرد و میرفت. پدر تو با ما خیلی فرق داره. ما مثل اون قوی نیستیم پسرم. ولی اون همیشه میگفت قدرتش به وجود شماها بستگی داره. حالا که اون اینجا نیست حالا که نیست ما نمیتونیم کاری بکنیم. امروز اون کشته شد، فردا ممکنه ما کشته بشیم. چه فرقی میکنه یه جسدی که خوری بیا یه جای دیگه؟ اگه بریم یه جای دیگه لااقل بتونیم یه مدت زنده بمونیم. شما همتون یه مش ترسوید. یه مش ترسوی بزدل. چه فرقی میکنه سلطان باشه یا نباشه؟ چون همه دستورشو میدونیم. ما باید به اونایی که به سرزمین ما تجاوز کردن یه درس خوب بدیم. باید انقدر بزنیمشون تا عبرت دیگران بشن. واو! من توی ارتشم 2 میمون مبارز دارم. کافی علامت بدم تا حمله کنن. حمله! حمله! ساکت شو. مشکل تو چیه میمون؟ تو همیشه آماده ای به بقیه بپری. مذاکره، هر مشکلی با مذاکره حل میشه. اینو میدونستی عزیزم؟ بیا تا بهت بگم چی میشه. تو میخوای با آدم ها حرف بزنی، اون هم میگن صاحب شما بخیر. تو میگی عمو بولدوزر خواهش میکنم خونه ما رو خراب نکن. باشه، اون هم میگن ببخشید خیلی شرمنده که ناراحتتون کردیم. بعد بهت قهوه تعارف میکنن، بعدم بولدوزرشون دور میزنه و از جنگل میره بیرون. آره تو خیلی ساده. اون آدمن. آدم ها حتی به خودشون هم رحم نمیکنن، میزنن با تیر میکشنت. به همین سادگی. بنگ بنگ. ای گوش کن میمون، همشون که مثل تو اینقدر خشن نیستن. بعضیاشون هم مثل من اهل گفتگو هن. آره ما میتونیم حرف بزنیم، گپ بزنیم، چی میگن، با هم دیگه مذاکره کنیم. خیلی خوب، قبول، اشکالی نداره باشون حرف بزنیم. ولی کی میخواد صحبت کنه؟ اینجا کسی هست که زبون آدم ها رو بلد باشه؟ کسی نیست؟ چرا ها؟ کی؟ هی تازه دومندش. پس اولندش چی شد؟ اولندش؟ باشی، آره همونی که گفتم دومندش. من یه نفر میشناسم که میتونه کمکمون کنه، چون اون علاوه بر زبون ما بلده به زبون آدمام حرف بزنه. اسم اون هست. یه لحظه، پس اسمش چی بود؟ نوک زبونم ها. کجا نوشته بودم؟ این که نبود، اینم نبود. بی خیال اصلا اسمش دیگه کافیه. متاسفم، ببخشید. ما با اونا شوخی نداریم. این زندگی جدی و واقعیه. ما به عمل احتیاج داریم، نه به حرف. بس دیگه کافیه باجرنگی. ما الان نه نیاز به عمل داریم و نه به حرف، چون تصمیممون رو گرفتیم. تا 2 روز دیگه همه از این جنگل میریم. باید خونمون رو ول کنیم و بریم. ای وای. اما هوایی میشه بگین اون کیه که زبان آدم ها رو بلده؟ تو کی هستی ها؟ اما منم دیگه، یووی دوست تو. ها؟ یووی چقدر شبیه. دومندش تو هم باید وسایلتو جمع کنی مثل بقیه از این جنگل بری. میدونم، ولی کجا؟ خب کجا؟ خب سوال خوبیه. خونه ما همینجاست مگه نه؟ آره اسمش الکسه. اون توتی ویکرام خسلای کارگردانه. بالاش خیلی ضعیفه، نمیتونه پرواز کنه، اما عجب توتی باهوشیه. هندی، انگلیسی، پنجابی، گجراتی، کشمیری، همه این زبونا رو صحبت میکنه. ولی واسه چه این سوالا رو از من میپرسی؟ خب من یه نقشه دارم. خشم و عصبانیت مثل سم میمونه دوست من و این تو رو به تباهی و نابودی میکشونه. باور کن اگه میخوای یه فرمانده بزرگ بشی باید خشمتو فرو بدی، مثل یه معجون. بنابراین میمونه عزیزی من، هر وقت قاطی کردی و از کوره در رفتی همونجا که هستی بمون. خب یه نفس عمیق بکش
Just remember these wise words. A 1, a 2, a 1, 2, 3. Stick out your right paw first, and then your left paw next. Twirl around, tummy in, wiggle your butt like this. I call this the Vaga Bear Hug. I hug the little monkey, then start from the top again. Never liked this song. In the second place, the words are silly. And in the first place, in the first place, that's not why we're here. بله همین رو داشتم میگفتم. من از فیلم و سینما سر در نمیارم اما ولی توی این ماجرا همه چی به نقش تو بستگی داره. واقعا؟ خوبه خیلی خوب اما حاضری؟ آره. آماده حرکت. اوه نه این غیر ممکنه. چرا ممکنه؟ اوه نه هیچ راهی وجود نداره. حرف باور نداری؟ اینا همش حرفه همش حرف. اوه پس معلومه هنوز عمو باجرنگی منو خوب نشناختی. عمو باجرنگی؟ هیچ کس بهتر از من اونو نمیشناسه. ببینم موضوع چیه؟ مشکلی پیش اومده؟ خب میدونی عمو باجرنگی من داشتم میگفتم توی این جنگل هیچ کس به اندازه تو قوی نیست. خب این درسته ولی اون حرف منو باور نمیکنه. باور نمیکنه؟ ها؟ خب کاری میکنم باور کنه. بفرما. اوه نه آخه میدونی چیه من باهاش شرط بستم که عمو باجرنگی من میتونه ما 2 نفر رو با هم بخوابونه ولی اون میگه اما اون میگه که نه این امکان نداره. جدی؟ پس موضوع اینه اگه کسی تو این جنگل جرأت داره بیاد با من مبارزه کنه. ولی من با شما نبودم. مارلا زود بیاید اینجا. بله شما دوتا امشب غذا نمیخورید. جواب داد. یه جای کارت میلنگه رئیس. فکر نکنم نیت خوبی داشته باشه رئیس. منم بهش گفتم که عمو باجرنگی من میتونه از هر درختی بره بالا و در عرض 1 ثانیه تمام میوه‌هاشو بندازه پایین اما اون میگه که این امکان نداره. جدی؟ پس تماشا کن. حرفم جمگیر نشو هندونه دارم میذارن زیر بغنت. بابا من که بیفته همه استخونش خورد میشه. حالا رفتی واقعا چند تا نارگیل بنداز. نه دیگه انقدر. خوب تماشا کردی کفتر خان. خب حالا چی میگی؟ راستش من باش روی کار دیگه هم شرط بستم. اون چه کاریه یوبی؟ من بهش گفتم فقط تو میتونی یه توتی به اسم الکسو از قفس ویکرام خسروی کارگردان نجات بدی ولی اون میگه که امکان نداره. نه این کافیه. کجاست؟ این الکس کجاست؟ Here's how we do it in Bollywood. Karaoke, baby! मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना. मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना. माने ना क्यों कहना? फूलों के जैसी तेरी जवानी, जाने क्या जादू चला. मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय. मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय. بوده دیگه. چه بویی. پایه ماما یادم رفت بشونم. یوبی عجله کن. همه ماشین داری میاد سمت ما. Welcome to my world, baby. Wow, really nice place you've got here. What a hottie. کمک کنید. کمی دیگه کمک کنید. بابا دارم این کنم Alex.
What a cutie wootie Shall you we are. check out the view? Nice. I thought we could go over the opening scene. I've always wondered what it's like having a pool, you know, to swim in. It's never too late to find out. Anyway, about that scene, I was thinking... But I'm not in the opening scene, Mr. Khosla. But that's just what I wanted to talk to you about. I've been thinking of beefing up the part of the slave girl. I mean, if you'd be interested. Are you serious, Mr. Khosla? Of course I'm serious, Tom. ساکت. مامان خواهش میکنم به حرفم گوش کافی. بدی. او باگا، یووی یه بچه است ولی تو چی؟ آره واسه همینم همراهش رفتم خاله. سخت نگیر، لازم بود یکی مسئولیتشو قبول کنه. تو فکر میکنی رفتن به خونه انسان ها و به خطر انداختن جون همه حیوونا مسئولیت پذیریه؟ و تو چی با جرنگی؟ تو که مخالف صحبت کردن با انسان ها بودی، تو چرا این کارو کردی؟ خب میدونی راستش اون اخفالم کردن، مقصر اونا. سرش کلا گذاشتن، از درختم افتاد، دردش اومد. آخه ببخشید خانم داشتید میگفتید. بله منتظریم. حتی یه بارم این فکر به سرت نزد که اونجا جای خیلی خطرناکیه؟ اگه بلایی سر پسرم میومد. ولی چطور امکان داره؟ به جون خودم قسم میخورم که تا وقتی من زنده‌ام هیچ کس جرئت نداشته باشه به بچه دست بزنه. سلطانم مثل تو یه روزی همین حرفا رو میزد، ولی چه اتفاقی افتاد؟ جلوی چشمام انسان ها اونو از هم گرفتن. نه اون و نه من نتونستیم کاری کنیم. معذرت میخوام مامان، من نباید بدون اجازه رضایت تو اونجا میرفتم، میدونم، ولی من نمیخوام بقیه‌ام به سرنوشت بابا دچار بشن. برای همینم رفتم اونجا. راستش بابا خودش موقعی که جلسه داشتیم اومد پیشم و به هم گفت که پسرم پدرت مرده یووی و اونایی که میمیرن دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. این داستان تمام خانواده هاست، فقط باید ازش درس بگیری. بس دیگه، این حرفای آبکی رو بذاری کنار، قصه های خانوادگی رو بذاری واسه بعد منو ببری خونه. بعدا خیلی زود برگردونید خونه. اینجا رو نگاه کنید. اگه یه جمله رو هی تکرار نکنه و هی تکرار نکنه اون وقت دیگه نمیشه بهش گفت توتی. درست نمیگم؟ شاکت شو بیمون، الان حالیش میکنم من کیم. اون سبزک با کی بود؟ میمون جان آروم باش. دومندش تو اصلا چرا میخوای هوای پاک و آزادی جنگل رو ول کنی یا برگردی بری تو اون قفس زندونی بشی؟ آزادی کجا بود ها؟ تو به این میگی آزادی؟ خوب فکر کن رفیق، هوا اینجا گرمه، خسلا برق داره، تلویزیون داره، دیویدی داره، اینترنت داره، خوراکی و آجیل داره و از همه مهمترین میمون دیوونه مردم آزار اونجا نیست. پرپرش کنم. آروم باش میمون، خوب گوش کن رفیق، تو هم یکی از ماهایی، تو هم یه حیوان وحشی هستی عزیزم. چرا تو این مبارزه به ما کمک نمی کنی؟ زیاد تا نرو رفیق، این جنگل خودای شماست نه من خیلی وقت پیش از اینجا رفتم بیرون. هی آخه چرا الکی این توتی رو انقدر گنده میکنی؟ من میگم یه راه حل دیگه هم هست. ارتش میمونای من برای هر نوع اقدامی آماده است، فقط کافیه نعره بکشن تا دشمنو فراری بدن. حمله! تو بگو. خودت بگو. دشواره. بس که چاقی. کی چاقه؟ من. خیلی خوب باشه، من میگم حمله کنید. میمون عجب نعره ای وحشت کردن پسر، چه ارتشی. اونا میخوان با آدم ها بجنگن، اونا میخوان با آدم ها بجنگن. دیگه کفریم کردی. هی وایسا پشت اون قایم نشو. چطور جرأت میکنی بی شخصیت؟ تو میمون عقب مونده ها؟ بیا جلو تا نشونت بدم بی قواره. میدونی توتی دوزی طبق بند الف قانون 364 جرمه؟ اون الان چی گفت؟ ما خیلی خیلی متاسفیم الکس، ولی تو تنها امید ما هستی. تو باید به ما کمک کنی. فقط تو میتونی صدای ما رو به گوش آدم ها برسونی. ببینم بچه تو دیوونه شدی، صداتونو به گوش آدم ها برسونم. فکر کردی راحته؟ امروز میگی با بساز بفروش صحبت کنم، فردا با وزیر، بعدش با وکیل، دست آخر اگه با نتیجه نرسی میگی الکس بیا با هم دیگه بریم دهلی. دهلی دیگه چیه؟ شوخی میکنی؟ یعنی تو نمیدونی دهلی چیه؟ اون پایتخت کشورمونه، کل پول، تلویزیون، رادیو، دوبله، موزه، دعوا، کفش، میکروفون، رأی اعتماد، یه عالم اسکناس، پارلمان.
نه بابا منظورم مجلسه. آدم ها اونجا میشینن و کشور رو اداره میکنن. میدونی که وزیر وزرا، وکیل وکلا و نماینده آدمایی که کشور رو اداره میکنن اونا به شکایت رسیدگی میکنن. اگه هنوز نفهمیدی برو خودت ببین. پیش اونا شکایت کنی؟ خب آره معلومه. نه نگو که منم باید با شما به دهلی بیام. من هیچ جا نمیرم. حالیته حتی که زمین تیکه باره بشه آسمون فرو بریزه نمیام. مواظب باشید برید کنار. اگه بابا زنده بود و یکی از ماها تیر میخورد آیا بازم اینجا رو ترک میکرد؟ اینجا بود که بابا یادمون داد با هم زندگی کنیم، مگه نه؟ خاطرات اون توی این جنگل میمونه مامان. باید الکس رو متقاعد کنیم که با همون بیاد. ما باید بریم دهلی. دهلی؟ کدوم دهلی؟ قراره بریم دهلی با آدما ملاقات کنیم و به ایشون التماس کنیم. این که بده اصلا خوب نیست. ننگه. نه ما این کارو نمی کنیم. علتش هم روشنه، چون که من رئیس گروه هم و شما دوتا نوچه های منین. پس خوب گوش کنین ببینین چی میگم، چون یه نقشه خوب دارم. آخه من توی راه در اولین فرصت کار اون مقلد به درد نخور الکس رو یک سره میکنم و اگه اون توتیه نباشه اونا دیگه نمیتونن با آدما مذاکره کنن. اون وقت فقط باید دست به کار شد و حمله کرد، چون این سرزمین همیشه مال میمون ها بوده و تا ابدا مال میمون ها باقی میمونه و ما در این سرزمین حکومت میکنیم. اون وقت من میشم سلطان جنگل. آره سلطان میشم، یه سلطان بزرگ. من هیچ جا نمیرم، اونم با شما ها. تو دیوونه ای. آره همه تو دیوونه ای. به من چه که اینجا نابود میشه. فراموشش با امید مثل همیشه پیروز میشه، ولی هیچ امیدی نیست. اما باز میتونیم از سختی رد شیم. Get away, I'm not gonna go. Come along, we gotta stick together now. Go away, leave me alone. Join with us, you can make this your adventure. Hey, now listen up, I'm not gonna go. Oh, the time is now to be brave, no matter what it takes. Adventure's not a thing only made for some. Gotta accept your role beside us. Don't put up a big fuss. Oh, say you'll come, oh please agree. Come along, you gotta come with us. Pick 'em up, you move your feet on down the road. We'll be together on this great Delhi safari. Come along, you gotta come with us. Pick 'em up, you move your feet on down the road. We'll be together on this great Delhi safari. Oh, please believe, though it's hard to see, that hope can grow from despair. Don't be afraid when the road is long. I'm here with you all the way. With one step, that first step you take, your journey has begun. With just one step, that first step you take. Be
begins the journey to come. Oh, but there's nothing you could ever say. Oh, nothing you could say. No, adventure is a thing only made for some. Sorry, time to let the doubt go. We won't let you say no. Not until the road is beneath your feet. Here we go! Come along, you gotta come with us. Pick 'em up and move your feet on down the road. We'll be together on this great and easy safari. Come along, you gotta come with us. Pick 'em up and move your feet on down the road. We'll be together on this great Delhi safari. Delhi safari, hey. Delhi safari, come along. 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 چی شده ها؟ آه نه به خشکی شانس کلکمون کنده. بازو چی الکساندر؟ فهمیدن که توی قطار حیوان هست. ولی از کجا فهمیدن؟ ما که اینجا قایم شد. هرچی از زیر سر این میمونه. باجه رنگی تو از واگن رفتی بیرون، دستشویی، صورتتو نچسی، همبرگر، به خاطر موز چی؟ نه چی داری میگی؟ نکنه عقلتو از دست دادی و دیوونه شدی. به جون الکس داشتم اینجا نگهبانی میدادم. باور کن هدفم حفاظت از اون بود، نه چیز دیگه ای. دارن نزدیک میشن، یه نفر پشت در. اون رو باز کنید. بیاید اینجا. اینجا نگاه کنید. مامان یووی شما اینجایی؟ اینجا رو بگردی نکنه توی این مواظب باشید. خیلی خوب بیاین بریم بیاین. مگه من نگفتم حق نداری با ما بیای؟ چطور تونستی بیای اینجا؟ من میخواستم بیام مامان، ولی همین که چشممو بستم یهو بابا جلوم ظاهر شد. یووی دوباره خواب باباتو دیدی؟ باور کن راست میگم عمو باگا، با چشمای خودم دیدم. بابام اومد پیشم و مامان من دروغ نمیگم، اون اومد پیش من. از مصیبت زندگی
بسیار خب، حالا هم دیگه رو بغل کنید و از هم دیگه معذرت بخواید. موسیقی پایانی و حسابی بازیگران فیلم. من با من اعتراض دارم عالی جناب. عالی جناب، من میخوام یه فلش بک بزنم به گذشته، به اون جایی که این توتی بیگناه مهربون شکنجه میشه. عالی جناب، سر ساعت 3:37 قبل از اینکه قطار توقف کنه و بعد از اینکه ترمز قطار رو کشیدن، این میمون با اسلحه سر جلوی من ایستاده بود. اون اونجا چی کار میکرده؟ من توضیح میخوام، البته اگه توضیحی داشته باشه. اون راست میگه. این حقه باز داره به من تهمت ناروا میزنه. اصلا نمیدونم چرا همش به من گیر میده. اعتراض دارم عالی جناب، اون داره دروغ میگه. کی کنگ عزیز، اگه دیتی داشتی چرا میترسی اعتراف کنی؟ چرا صاف و بوسکنده نمیگی که میخواستی منو بکشی؟ آخه اگه من بخوام بکشمت مجبور نیستم شب وقتی که خوابی بیام سر وقتت. همین الانم میتونم با افتیرم مغز فسقلی تو داغون کنم. کافیه. اگه شما دوتا همینطوری دعوا کنید نمیتونیم مأموریتمون رو به انجام برسونیم. با جرنگی تو هیچ حرف نزن و تو هم خوب گوش کن چی میگم الکس. ما بدون تو نمیتونیم بریم دهلی و تو هم بدون ما نمیتونی برگردی به اون خونه مثل قفست. پس به نفع هم است که به هم دیگه کمک کنیم و بیشتر از این درد سر درست نکنیم. باشه منم باهاتون میام، ولی شما هم به این میمون بگی که سلاحاشو با خودش نیاره. تا وقتی این کارو نکنین از جام تکون نمیخورم. به هیچ وجه، چون من رئیس گروه همو نمیتونم از سلاحام دست بردارم. خب ولی تو میمون شجاع و قدرتمندی هستی، نیازی به این اسلحه هایی به درد بخور نداری. زود باش نه خواهش میکنم، نه سلاحام، نه اونا رو جدا بفرما. از هر نوعش خالی شد. دیگه دوست ندارم باهاتون بیام. حق داری، چون همه شجاعت تو سلاح آشغال بود. واقعا باعث خجالته. مراقب باشه و غذای گرگا نشی. پس کدام گورین؟ ساکت شین بابا، دیدمتون. رئیس نقشه شماره 2 با شکست مواجه شد. همین که گفتی از نزدیک تعقیبش کنیم. باید وقتی قطار مونده بود به همون علامت میدادی. آخه ما که هرچی به مغزمون فشار آوردیم نشد. آخه تو چرا اینقدر خنگی؟ گفتی خنگ؟ نه منظور خنگ خودم بودم. رئیس شنیدیم که تمام سلاحاتون رو بردن. راست لابد خیلی اذیت شدی. به این دلیله که من رئیس و فرمانده گروه هم و شما هم نوچه های منید. پس چه اهمیتی داره که سلاح های منو برده باشن؟ چون که شما سلاحاتون رو دارید. ما سلاحامونو خونه جا گذاشتیم. نه من مال خودم آوردم. خوبه، پس منتظر علامت من بمونین و وقتی من بهتون علامت دادم شما با تمام وجود نعره بکشید. حمله! نه حالا. خب حالا ما چطور بریم دهلی؟ فقط اون قطار مسیر دهلی رو بلد بود. به همین دلیله که شما اونجایید و من اینجا هستم. مقصد اون قطار کجا بود؟ دهلی. خط آهن کجا میره؟ دهلی. ما در نهایت کجا میخوایم بریم؟ دهلی. این یعنی منطق. دنبالم بیاین. چی شد؟ بهتر از این نمیشه. این یعنی منطق؟ ای بی منطق! این میمون بی مغزو بگو که میخواست بره دنبال قطار. از من میشنوی بهتره برگردیم، لااقل میرسیم به همون جایی که بودیم. حالا چیکار کنیم مامان؟ وقتی همه راه‌ها به بنبست ختم میشن چاره کار بالای سرتونه. اما بتمن؟ نه من خب واسه تنهام، راهنمای مسافرا. اسمم راجوه و کارم نشون دادن مسیره. شما میخوایم بریم به سمت دهلی؟ شما از کجا فهمیدید؟ فقط راجو نیست که از مأموریت شما خبر داره، همه حیوانای این سرزمین از مأموریتتون خبر دارن. خب به هر حال الان دور زمونه اینترنته. خب اینم از نقشه رسیدن به دهلی. کمک دیگه هم لازم دارید؟ یه نقشه دیگه داری که باش بتونی به این نقشه رو بخونی؟ من میتونم دل ورکینه افرادم رو از محبت کنم. با خوندن یه آواز میشه راحت مسیر دهلی رو پیدا کرد. آدمای پر ادعا آلوده کردن دریا، جنگل و بیابونا تو کوه و سرا. دیگه اینجا صفایی نیست،
نسیم و هوایی نیست واسهشون ملالی نیست انگار که هیچ خیالی نیست آدمای پر ادعا آلوده کردن دریا جنگل و بیابونا تو کوه و زرا دیگه اینجا صفایی نیست نسیم و هوایی نیست واسهشون ملالی نیست انگار که هیچ خیالی نیست همه میتونیم تا با هم پیش هم دیگه خوشحال باشیم جای فکر به پول و ثروت توی دل هم دیگه جاشیم همه میتونیم تا با هم پیش هم دیگه خوشحال باشیم جای فکر به پول و ثروت توی دل هم دیگه جاشیم آدمای پر ادعا آدمای پر ادعا آلوده کردن دریا آلوده کردن دریا دیگه اینجا صفایی نیست دیگه اینجا صفایی نیست جنگل و بیابونا تو کوه و زرا همه میتونیم تا با هم پیش هم دیگه خوشحال باشیم جای فکر به پول و ثروت توی دل هم دیگه جاشیم highway loud and smelly, it will lead you straight to Delhi. See that building big and round, it's Parliament that you have found. Tell the humans, take a stand. Take a stand. We have to make them realize, man, what they're doing to the land. The senseless killing and poisoned air, the rivers and forests left stark and bare. It's one big world that we both share. Oh, what they do to ours, they do to theirs. بچه من دیگه نمیتونم ادامه بدم. چیه نکنه میخوای برای جت شخصی بگیریم ببین مجبوری ادامه بدی وگرنه چی؟ منو میکشی؟ خیلی خوب بیا بکش راحتم کن. به جون خودم این توتیه دیوونه شده ها. آره من دیوونه شدم عقلمو از دست دادم. ای با شما اینجا رو داشته باشین ببینین خودش میخواد من بکشمش فردا واسم مسئله نشه خودش با رضایت قلبی میخواد من خفش کنم. با جرنگی الکس تمومش کن دیگه چیزی نمونده. Oh, please don't be so cold. Such an honor, such brave travelers. My friends, won't you step right in and enjoy the party? I'll bet you're glad for this distraction. Walk away, I back up what I say with action. Hey, you challenge me, oh, I'm a real bird of prey. There's nowhere left to go, it's just you and me. Walk away, don't make me laugh, oh please. Words are good, but I talk with these. Here's your chance, you fly swiftly, cause I'm more than you can handle. All day party dance, we wanna put a smile on your face. Oh-hey. All night party dance, we wanna put a smile on your face. Oh-hey. Let your troubles be light, it's a beautiful night. Oh-hey. Oh-hey. All day party dance, we wanna put a smile on your face. Oh-hey. I can't believe you think you're tougher than me. See, you're a joke, yeah, that's what you are. Now you really lost your mind, bird brain. Don't make me show you what I got. Come on, what can you do? I'll do it better. Say the word, you afraid of a bird? I'm not gonna go anywhere, so now show us how you party, you little worm. All day party dance, we wanna put a smile on your face. Oh-hey. All night party dance, we wanna put a smile on your face. Oh-hey. It's time for a contest, hey, don't walk away. Don't walk away, it's time for a contest, hey, what do you say, do you say? It's time for a contest, hey, don't walk away. Don't walk away, it's time for a contest, hey, what do you say, do you say? But take care.
Come on, guys, we're getting a little out of hand here, don't you think? What do you say, what do you say, what do you say, what do you say, what do you say? All night, all day party dance. We wanna put a smile on your face. Oh, hey, all night party dance. We wanna put a smile on your face. Oh, hey, let your troubles be light. It's a beautiful night. Oh, hey, oh, hey, all day party dance. We wanna put a smile on your face. Oh, hey. این دو نفر دیگه نداره. خب اشکالی نداره چون خوش آمدگویی ما هم تموم شد. آره خیلی ممنون ولی سفر ما به دهلی هنوز تموم نشده. حالا با این دو نفر چی کار کنیم ها؟ خب نمیخواد نگرانشون باشی. همین که یه خورده بوی پیاز بهشون بخوره حالشون جا میاد و خوب میشن مگه نه؟ نه خالشی مسئله اونقدر هم جدی نیست. اینا از بس دور خودشون چرخیدن سرشون گیج رفته و بیهوش شدن. موضوع فقط همینه. درسته عزیزم ولی من حس میکنم متشکرم ولی فکر کنم اگه یکم بخوابن حالشون خوب میشه. تو فقط به ما بگو از کجا باید بریم. به دهلی؟ اوه بله باشه حتما ولی الان که برای رفتن خیلی دیره. شما امشب اینجا بمونید. فردا صبح هم مسیر رو نشونتون میدم هم خبر اومدن شما رو به بقیه پرنده و حیوونا میگم. فقط یه چیزی رو مد نظر داشته باشید. منطقه‌ای که سمت اون درخت انجیر هندی قرار داره متعلق به کالیاست. سعی کنید اون دارو برا نرید چون اصلا معلوم نیست بعدش چه بلایی ممکنه سر شما بیاد. نمیخوام بترسونم میتونم ولی تا حالا هر حیوانی رفته اونجا دیگه هیچ وقت بر نگشته. خدا رو شکر بابا تو اینجایی. آروم حرف بزن پسرم همه خستن. ولی من میخوام که اونا بیدار بشن. میخوام بهشون بگم که تو اومدی اینجا. هیچ کس حرف منو باور نمیکنه بابا. میرم بیدارشون کنم تا بفهمن راست میگم. یووی پسرم فایده ای نداره چون اونا نمیتونن منو ببینن. ولی چرا اونا نمیتونن تو رو ببینن بابا؟ چون اونا فکر میکنن من ازشون خیلی دورم. فقط تویی که میدونی من چقدر بهتون نزدیکم. تنها تو. پس چرا مامان نمیتونه تو رو ببینه؟ اونم میتونه منو ببینه وقتش که بشه میبینه. من فقط اومدم که بهت بگم باید به خاطر مأموریتی که داری خیلی مراقب باشی چون منبع مشکلات همیشه مربوط به دنیای خارج نیست و گاهی اطرافیانن که باعث مشکلات میشن. آره خوبه چون این کاری است که تو رو میکشه و هیچ کس هم به من مظنون نمیشه. ولی بابا باجرنگی تو اینجا چی کار میکنی؟ تو خودت اینجا چی کار میکنی؟ برو بخواب. من کجا؟ اما باجرنگی اونجا چه خبره؟ چرا الکسا بستی؟ بله اینجا که قلم روی کالیاس. کمکمون کن تا زودتر از اینجا فرار کنیم. بیا اما باجرنگی زود باش باید فرار کنیم. نه حالا دیگه دیر شده. دیگه فرار فایده ای نداره. تو کی هستی؟ الان خودم رو معرفی میکنم. من سلطان غیر رسمی این نواحیه. دوستان بهم میگن کالیا. آشپز باشی. بله رئیس. ببینم غذای امشبمون چیه؟ یه غذای مخصوص کباب توتی داریم رئیس با آبگوش بچه یوش پلنگ و میمون سخاری شده خوشمزه. که دهنم آب افتاد. راستش که حالا این همه غذای خوشمزه یه جا نخورده بودم. گوش کن کاریا فکر نکن که من اینجا تنها هستم. با علامت من حمله رو شروع کنید. گفتم با علامت من. هیچی نگو داداش. پس این بیارزه ها کجا قایم شدن؟ Get it, boys!
ما اشتباهی اومدیم تو قلمروی شما. خواهش میکنم بذاریم ما بریم. خب باشه میتونید برید، اما اول باید با ما بجنگید، باید ما رو شکست بدید، بعدش میتونید برید. به همین سادگی متوجه شدید؟ ولی چطور میخواید با ما بجنگید؟ من دندونهای دراز دارم، من چنگالهای تیز دارم، من شهامت و یه لشکر کفتار دارم. ولی تا چی داری؟ بگو ببینم تا چی داری؟ میبینی تا هیچی نداری. خب منم مادرم دارم. مادرم خواهش میکنم منو نخور، خواهش میکنم. تو چی پلو ای بابا. خواهش میکنم باشو ببینم ضعیف گیر آوردی کفتار. برو تو دیگ ببینم. دستمو گاز گرفتی کوچولوی بچه است، الان میام میخورمت. ببخشید غلط کردم. من ازتون معذرت میخوام، بچه ها فرار کنه. ای کجا در میری ترسو؟ بس مهمونی چی شد ها؟ چی شد کاریم؟ پس چرا پا گذاشتی به فرار نابکار؟ تو که میخواستی منو مهمون سوخاری کنی. اگه جرأت داری برگرد تا بگم با کی طرفی. خدا رو شکر صحیح و سالمی. اگه بلای سرت میومد آخه چطور میتونستم تو چشمای سلطان نگاه کنم؟ خواهش میکنم منو ببخش. شما هم همینطور. باگا بهش بگو فوراً اینجا رو ترک کنه و بره. من به خودش و به عذرخواهیش نیازی ندارم. کسی که نجات میده از کسی که میکشه بزرگتره. تو هیچ وقت اینو درک نکردی. الکس از تو خیلی بهتره، چون اون میخواد به خاطر نجات ما به دهلی بره و صدای ما رو به گوش آدمو برسونه. تا وقتی که اون همراه ما باشه مطمئنیم که صدامون به گوش مردم دهلی میرسه. صدای ما هیچ وقت به گوش مردم دهلی نمیرسه، چون الکس صداشو از دست داده. من فکر نمی کنم اون دیگه بتونه حرف بزنه و صحبت کنه. اما با جرنگی میتونی صداشو بهش برگردونی؟ تو همه چی رو خراب کردی.
دفعه دیگه قضیه کاملا جدیه. آره خیلی هم جدیه. متاسفانه الکس دیگه کاملا لال و بی زبون شده. چی داری میگی؟ من که فکر میکنم اون فقط یه خود صداشو از دست داده. این خودش یکیه. خوبیت نداره. راستشو بخواین این اتفاق توی مراسم آوازخونی ما زیاد میافته. یادته داخل مراسمی که توی بمبئی داشتیم راستی کم اینطوری شد. یادت میاد کامپش؟ آره درست عزیزم، ولی فقط اون مراسم توی راولپندی بود نه تو بمبئی. میفهمی؟ فرق نمیکنه فلامینگو، به هر حال اونم اونجا صداشو از دست داد. درسته ولی صدای اون دوباره به حالت اولش برگشت. تو میخوای با من بحث کنی یا یه راه حل پیدا کنی؟ چرا نمیفهمی اونا دوباره یه راه حل؟ درمانی برای صدای الکس سراغ دارید؟ بهشون بگو درمانشو نشون بده دیگه، زود باش. خب کاری که باید بکنید اینه به الکس میوه گواوا و زنجبیل و ریحون بدید. چی داری میگی؟ نمیخواد واسهشون نسخه بنویسی، فقط کافیه بهشون بگی کجا میشه دکتر جاری بوتی بابا رو پیدا کنن. زود باش دیگه، تمومش کن، زود باش. جاری بوتی بابا؟ تو جاده‌ای که به ماروار میره یه رودخونه بزرگ وجود داره. غار جاری بوتی بابا کنار این رود قرار داره، راحت میتونید پیداش کنید. وای اینجا چقدر آرومه مگه نه؟ یه حسی به هم میگه که به زودی زود آرامش اینجا رو صدای الکس به هم میزنه. حالا تماشا کنید، به محض اینکه دکتر رو ببینیم الکس دوباره مثل قبل شروع میکنه به وراجی کردن. جناب دکتر. آقای دکتر. دکتر عزیزم. دکتر. آخ چقدر خسته شدم. فکر کنم دکتر اونه. ها ببخشید نمیشه اینجا نشسته، یعنی این دکتر؟ نه آروم باش این کاری نکن. اگه این کاری بکنی زودتر میمیره. بذار من ببینم. باشه جناب طبیب در خونش زنگ نداره. انگار باز سرمو بندازم پایین و برم داخل. های طبیب بزرگ من دارم میام تو. کیه که داره منو صدا میکنه؟ دکتر جون عزیز چیزه خیلی خنده دار. Baj, you're getting close? Suffering Shiva. This guy's breath is awful. No wonder he's a hermit. دکتر این الکسه، اون صداشو از دست داده. الکس منقارتو باز کن. میمیره. میریزه پراش. اون نه یه بیماری معمولی نیست، بیماری اشراف زاده هاست. ولی میشه بگی چشه؟ تلاسمی داره؟ تنش زیاد، استرس و فشار عصبی، نقطه جوش بالا، راه درمانش هم ماهی کبابه؟ مرارت و سختیه و همینطور اولش باید Cha-cha lessons? Cheddar cheese. Chicory. با گردن شمق یاسمن و شمق درخت صندل بمالید، بعدم مربای تازه گل زرد تهیه کنید و اونو با گل قاطی کنید و هر روز از این مربا با گوهای قرمز بهش بدید بخوره. ولی مهمه که آی پسر بذارینش با عهده من. خودشه. نه میشه بگی داری چی کار میکنی نادو؟ بذارید این دوتا رو به هم بسابم ببینید. میشه دوا. خوشگل شد یا میمون؟ متاسفم ولی فوت سوت توتی کل شق. چقدر خار اینجاست. دکتر چی گفت؟ آره عالیه. از این یکی نه. اینه گل زرد. گل زرد.
12 13 14 15 اینم 16 بیا بگیر. خیلی خوب بیا الکس. بیا الکس. این خوبه؟ بگو کدومو میخوای آخه؟ من تو اونجا نمیرم، دستم به اون نمیرسه. بیا خودت برو. خیلی خوب بابا، خیلی خوب میرم. دوست ای مادر جان. گرفتمش. بیا الکس. وای نگاه نکن، خطرناکه. Pump out the monkey, pump out the monkey, pump out the monkey, pump, 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 pump. بده. کی بود خندید؟ هیچ هم خنده دار نبود. یه چیزی بخور بابا. تو داری واسه معالجه اون خودتو حسابی مریض میکنی. نه دیگه نمیخورم. دیگه حتی یه قطره آبم نمیخورم. اینجا جلوی همه سوگند میخورم تا زمانی که صدای الکس برگرده ازش مراقبت کنم. تا آخرین نفس بهش خدمت میکنم. هر اتفاقی هم برام بیفته دیگه مهم نیست. وای اون دیگه رئیس ما نیست. حتی اگه سرمون هستن جدا کنه حاضر نیستیم جداش هیچ وقت. ولی داداش یه زمانی اون رئیس ما بوده. آره ولی امروز وقتی دیدیم تنظیم میکنه مثل این بود که باید یه عالم قرص سردرد بخوریم. مگه نه؟ انقدر جوش نزن، اون که دیگه رئیسمون نیست. آره اون نمیتونه رئیس ما باشه. Fine, then you're not my followers. We're not? Are you kidding? دارم جدی میگم. وقتی بهتون علامت میدادم کدوم گوری بودید؟ اون موقع که کالیا دندوناشو نشونم میداد و پوزخند میزد شما کجا بودید؟ وقتی توی جنگل پرسه میزدم و دنبال داروی الکس میگشتم شما دوتا کجا بودین؟ واقعا که واسه از خودتون خجالت بکشید. Carve better followers out of liverwurst. Real followers who are willing to do anything for their leader, sacrifice anything. Yeah, what if I asked you to chop off the tips of those pinkies you keep waving around? Okay. No. See? Go on. من دیگه به شما احتیاجی ندارم. برید از جلوی چشم دور شد. برید از اینجا. دیگه نمیخوام ببینمتون. هنوز که وایستدین. گفتم بریم پی کارتون. یعنی اونا راسترسی رفتن؟ سر کی بود؟ عذر میخوام. الان براتون توضیح میدم. اما باگا فکر میکنه قبل از اینکه به دهلی برسیم صدای الکس برگرده؟ منم اینو نمیدونم، ولی اگه مشکلش ادامه پیدا کنه با جرنگی صداشو برای همیشه از دست میده. اون الان 3 روزه که در بست و تمام کمال در خدمت الکسه. داره از پام میفته. تو فیلم بال هنومانو دیدی؟ دشمنای زیادی یهویی از پشت به هنومان بیچاره حمله میکنن، اما هنومان بزرگ بدون اینکه شهامت و نیروش از دست بده. Depressed because along with great strength he had endless patience. He knew that no matter how bad things got, no matter how many demons he had to fight, he could always turn to his master Lord Ram, God of Virtue, and say, وای یه توتی. آره وای یه توتی.
نفهمیدم چی شد؟ نه قبل این چی گفتی؟ نه بعد از این چی گفتی؟ من امروز نمیذارم زنده بمونی. من امروز نمیذارم زنده بمونی. دونه پراتو میکنم. چی شده مامان؟ نکنه نقطه جوش داره میاد بالا؟ من که سر در نمیارم. معلوم نیست کدومشون بالاست و کدومشون پایین. نه فقط صداتو میگیرم بلکه کاری میکنم قدرت پروازتم از دست بده. باشا باجرنگی بمون باجرنگی. نمیذارم زنده بمونی الکس. جونتو میگیرم. من بخاطر تو گشتگی کشیدم. میفهمه؟ من دچار عذاب وجدان شده بودم. به همین خاطر برای جبران کارم مثل یه برده در خدمت تو بودم و نوکری تو میکردم بدون اینکه حتی یه قطره آب بخورم. تو اینو درک میکنی؟ همه به من به چشم یه موجود خبیث نگاه میکردن. ولی تو چی؟ تو به هم خیانت کردی و از پشت به هم خنجر زدی. چی میبینم؟ خیانت توی ارتش میمونا. چی میبینم؟ چیه زبونتو موش خورده و لال شدی؟ خب یه چیزی بگو دیگه. زود باش. فقط یه فرصت دیگه داری. What was it that Hanuman would say when things got really bad? Hail Lord Ram! Right. Hail Lord Ram! نه افراج آماده باش. اطاعت فرمان. دشمن ما رو از خواب بیدار کرد. تکرار میکنم دشمن ما رو از خواب بیدار کرد. پس کاری کنی تا ابد به خواب بره. نمیدونم واسه چی موندم اینجا و فرار نمیکنم. فرار. خیلی خب حالا بگو کی باید ما رو از دست این زنبورای عصبانی نجات بده؟ نزن فقط برو. زود باشه فکری گیج بکن. شدم امو بگو معلوم نیست کدومشون دنبال کدومشونه. نه موضوع خیلی ساده است. یه نفر داره هر دوشون رو تعقیب میکنه تا حسابشون رو برسه. خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ بذار فکر کنم. راستش فکر کنم بد نیست مام فرار کنیم. نیروی کمکی دشمن رسید. واحد دوم دشمنم بهشون ملحق شد. خب موقعیتشون 20 درجه به شرق در فاصله 120 متری دریافت شد. همه واحد آماده باشد و علمت من هم در شروع کنید. توپونه آماده است. آماده این قادم. هدف گیری. چشم قارب. آتش. میشن بشکنه. زود باشید فرار کنید. زود باش بابا عجله کن. صبر کنید بابا. زود باشید همه بیاد اینجا. ای با گیر کردم. شکرم. ای با گیر کردم. یکی مدار برسم. اونا اومدن تو. بودو دارم میپرم. مامان اونجا رو نگاه بگو بیان اینجا. آره بیان اینجا. برید. باید از خودت خجالت بکشی باجرنگی. تو به جز الکس بقیه ما رو فریب دادیم. واقعا چه؟ نه قسم میخورم که من هیچی نگو. من دیگه هرگز تو و قسماتو باور نمیکنم. نه تو گوش کن چی بگم. من فقط میخواستم بگم که ساکت شو دیگه. نمیخوام چیزی بشنوم. باشه دیگه ساکت. میبینی اون حرف میزنه. اون حرف میزنه. تو حرف میزنی الکس؟ آره خب شما که دوست داشتید من حرف بزنم ولی من دارم کاری میکنم که دیگه حرف نزنی. اجازه ندین دشمن زنده از اینجا بیرون بره. فهمیدین؟ اطاعت قربان. نمیذاریم از اینجا زنده برم بیرون. هدف رایت شد. خب این بدبختیه به خاطر این توتیه. آره درسته همش تقصیر منه. من بودم که گفتم به کندوی زنبورات دست بزن. آره من با آقای باگا گفتم که زنبورات دنبال خودش بکشه. من گفتم بیایی برید دهلی. همش تقصیر منه.
باز پشت سرمونن. سرتو بدوز جوبی، زود باش. اون میتونه سرشو بدوزه و قایم شه، ولی من با این هیکل چطوری قایم شم؟ اجازه میدی برم قربان؟ هرکل مایلی ایتاد میشه بشکنه. جوبی باجرنگی الکس بپرید. باشه اومدم. برید دنبال مجرم اصلی. تکرار میکنم برید دنبال مجرم اصلی. بام گیر کرده. گیر کرده؟ چقدر خوب که گیر کرده، ولی دیگه نمیتونی سر منو کلاه بذاری توتی آقه باز. هرچی هم که بشه حقت، فهمیده؟ منو تنها نظر خواهش میکنم. خودت یه کاری بکن، به من چه؟ باجرنگی خواهش میکنم. فرصتی باقی نمونده. زود باش بپر، زود باش. با تو هم ببر زال نزن، بپر. بریم دنبالشون فرمانده. نه نمیشه، جلوتر نرید. متاسفانه اونجا قلم روی ما نیست. باید برگردیم به پایگاه. به بقیه افرادم اطلاع بدین. رفتم. خدا رو شکر ما رو ندیدم. خیلی خوبه باگا، ولی اونا الکس و باجرنگی کجا میتونن باشن؟ سر در نمیارم. آخه چرا از واگن نپریدن بیرون؟ باجرنگی تو منو نجات دادی. برای چی نپریدی بیرون؟ ممکن بود بمیری. کسی که نجات میده از کسی که میکشه بزرگتره. این چیزیه که مادر یووی همیشه میگفت. آره، حق با اون بود. کاملا حق با اون بود. من چقدر نادم بودم. من از دستت ناراحت بودم چون من از خونه آدم آوردی بیرون، ولی فراموش کردم که آدم هم خونه شما رو از جنگتون بیرون آوردن. من همیشه کمک خودم و از شما دریغ کردم. معذرت میخوام باش. تو چرا باز معذرت خواهی کنی؟ همش تقصیر من بود. تو همراه ما اومدی که به ما کمک کنی، ولی من به این فکر میکردم که چطوری تو رو بکشم. ولی راستشو بخوای، حالا که فکر میکنم میبینم من از نجات دادنت خیلی بیشتر لذت بردم و کیف کردم، بیشتر از وقتی که با کشتنت فکر میکردم. لاخان سرکرده سارقا رو از توی مخفیگاهش کش رفتم، روی درخت بودم. نمیدونی چقدر خنده دار بود. راستشو بخوای باجو، من الان انقدر تشتم که بتونم آب یه رودخونه رو یه جا بخورم. دارم حلاج میشم. بی خیال، میتونم واسه آب بیارم. اختیار داری قربان، من خودم میرم آب بیارم. دست بردار رفیق، تو بهترین دوست منی یا من بهترین دوستت تو هم؟ کدومی کی؟ معلومه که تو بهترین دوست منی. پس اگه من بهترین دوست تو هم باز به حرف من گوش بدی، فهمیدی؟ ایاب رنگ تو همیشه یکیه، تو به رنگ هر چیزی که باهاش ترکیب شی در میایی. وای ایاب نه خواهش میکنم منو نکش، منو نخور. من نیستم قربان. میاو میاو. منو نکش، نه منو نکش. تو منو نکش.
نه من تو منو نکش. من نکش، خواهش میکنم. تو من منو نکش. نکش. نه خوب شد که اومدین خانم، وگرنه اون ببره منو خورده بود. نه من فقط تشنمه، فقط تشنمه. داداش ببر. بذارین من برم. من بب نیستم، من یه گربم. میاو میاو. چی شده؟ اگه همینطور بخواد پیش بره، انسان‌ها تمام ببرها رو از بین میبرن. من نمیخواستم بمیرم، واسه همین مثل یه گربه زندگی کردم و از همون موقع این زندگی رو پیش گرفتم. روش زندگی ببرها رو فراموش کردم. میدونم الان شما فکر میکنید که من یه ببر ترسوام. آره درسته، من ترسوام. شاید علت این که تا حالا شکارچیا نشدم همین ترسو بودنم باشه. تو ترسو نیستی، تو فقط سعی کردی جون خودتو حفظ کنی درست مثل منم بهونه بیاوردم که به دهلی نرم، ولی حالا متوجه میشم که این مأموریت فقط برای نجات جنگل نیست، بلکه برای نجات تمام حیوانایی که با ترس و لرز توی خونه هاشون زندگی میکنن. حق با تو رفیق. پس حرفا پیام ما رو به آدم ها بگو. نه ما نمیریم دهلی. در واقع دیگه هیچ کس نمیره دهلی. ما دیوونه بودیم چون فکر میکردیم میتونیم به انسانها انسانیت رو یاد بدیم. ما میخواستیم از دسته انسان به یه انسان دیگه شکایت کنیم، ولی اونا همشون مثل همن بیرحم و سنگ دلن. اونا به هیچ کس رحم نمی کنن، نه به تو، نه به من، نه به... من نمیذارم بلایی سر یووی بیاد. من یووی رو بر میدارم و میرم. شما مثل ما فرار کنید. ما نمیریم دهلی. هیچ کس نمیره دهلی. باید به یه نفر بگم بیاد. اون تنها کسیه که میتونه مامانو راضی کنه. نگاه کن مامان، اون باباست. بابا اومده تو رو ببینه. دیدی راست میگفتم؟ میبینی اون کسی اونجا نیست یووی. دیگه تمومش کن. پدرت هیچ وقت نیومده و هیچ وقتم نمیاد. نه مامان، بابا اینجاست. نگاه کن، خواهش میکنم. یعنی واقعا نمیبینیش؟ نه من هیچ کس رو نمیبینم یووی. ولی من اونو خیلی واضح میبینم. خاله نگاه کن، من سلطانو میبینم. آره من دارم میبینمش. باور کن راست میگم. ببین، ولی نه اونجا، اینجا، در وجود یووی، در شجاعت و شهامتی که ما رو تا اینجا پیش آورد. من در دوستی و رفاقت آلکس و باجرنگی حضور سلطان رو میبینم. رفاقتی که دشمنی رو پشت سر گذاشته. خاله جون، من در وجود تو سلطان رو میبینم، در عشقی که به پسرت داری. شهامت، رفاقت و این عشق چیزایی بودن که باعث میشد سلطان باشه. کی میگه سلطان دیده نمیشه؟ سلطان امشبم پیش ماست. آره اون همینجاست. من خودمم نمیدونستم چه ضرورتی داشته که به این سفر بیام، فقط واسه خوشگذرونی و مسخره بازی. من دلیلشو بهتون میگم. شاید به این دلیل اومدم اینجا که نه فقط این بچه بلکه همه بتونیم سلطانو ببینیم. Don't be afraid when the road seems long. You're never far away from me. Oh, don't be afraid when the road seems long. You're never very far from me. With every step you take, you make your own destiny. Oh, I can't believe it, I can see now the fear that held me back. How did I let it take control of me? We won't turn back, we won't slow
رسیدیم به دهلی. اون ساختمون که اونجا میبینی این ساختمون مجلسه. آره ولی حالا باید چیکار کنیم؟ نمیتونیم که داخلش بریم ها. من یه نقشه دارم. خیلی خوب تو بگو. اول تو بگو. نه خیر اول تو بگو. نه اول تو بگو. محال شما بفرمایید. نه خیر بگو دیگه. اول شما بگو. بعد میگم اول تو. دارم میگم اول تو. خودتون ساکت چید تا بخواد معلوم شه که کی باید اول بگه از اتوبوس جا میمونیم. خب خاله تو حتما یه نقشه‌ای داری مثل همیشه مگه نه؟ چی؟ یعنی تو هیچ نقشه‌ای نداری؟ باورم نمیشه. حالا باید چیکار کنیم؟ بالاخره باید یه فکری کرد. نمیشه که همینطوری در کامیونو باز کنیم و بپریم وسط خیابون. اینطوری کلی قیل و قال به پا میشه و باعث میشه که همه رسانه‌ها با میکروفوناشون دور و برمون جمع شن و ازم بپرسن سلام آقا خرسه میشه بگیم برای چی اومدین به شهر؟ باگا جون تو یه نابغه‌ای. حالا ماشین رو برای باشه رنگی کاش یه کاری نمی کردم که سلاحاتو ازت بگیرم. درسته حق با تو الکس. منم حس میکنم راه حلش فقط اسلحه هست نه مذاکره. ازشون فیلم بگیر. چه خبره؟ دوربینا و میکروفون و تمام رسانه های اینجان تمام دنیا دارن نگاهمون میکنن. الکس یه چیزی بگو. برو کنار فقط تو رو کم داشت. چی شده الکس؟ چرا چیزی نمیگی؟ چی شده؟ استراب صحنه است. یه خورده به فرصت استراب صحنه؟ یادت رفته تو خودت آرتیستی. زود باش دیگه. من آرامشم رو از دست دادم. اینطوری به من خیره نشی. من آرامشم رو از دست دادم. اینطوری به من خیره نشی. حیوانای جنگل دارن نابود میشن. حیوانای جنگل دارن نابود میشن. اینطوری به من خیره نشی. Our jungle is dying. Oh, hear us people. معلومه فلفل سبز خورده. تا حالا همچین چیزی ندیده بوده. وای چه عالی. بالاخره رسیدم. بالاخره رسیدم به دهلی. من کاملا مطمئن بودم کی بود که راهو نشون داد ها. معلومه تو دیگه. Nobody knows all the trouble we've seen. Oh, nobody knows our sorrow. Our jungle that once was so leafy and green might not be there tomorrow. We left our home for you. Please help us, people. We crossed the wild, yes, it's true, for the chance to speak with you. Knowing how far we've roamed, won't you please save our home? Not bad. They should put him on TV. Yeah. Look, it's Bajrangi. So it is. He made it to Delhi. اون خود رئیسه. گفتم که رئیس بالاخره خودشو میرسونه. تو کی اینو گفتی؟ همون موقع که تو نشنیدی. Alex, knock it off. What do you think you're doing, huh? Hey, everyone's watching. Don't look so ferocious. I'm feeling a little ferocious, and better that than being a laughingstock. Are you making fun of us, Alex? Look at them, they're all laughing at us. What are you doing? He's right, you know. How are they gonna take us seriously if they laugh at us? Guys, chill. I'm working a tough room here. You gotta trust me. I was just warming them up a little. If I'd gone right to the heavy stuff, they would have been out the door. Thank you. You like the singing parrot, huh? Pretty funny, right? Yeah. But did anyone bother to hear the words of the song?
Anybody? Didn't any of you even wonder? توتی، یه میمون، یه خرس، یه پلنگ و بچهش چطور خودشونو به مجلس دهلی رسوندن؟ یا چرا این کارو کردن؟ چه مشکلی باعث شده این همه راه تا اینجا بیان؟ یا نه خنده اصلا اجازه نمیداد به درد و رنج ما فکر بکنی؟ People are listening now. What would you like to say? Thank you. But not... چه میگم؟ ولی فقط وقتی میگم که یه کسی که توانایی کمک کردن به ما رو داره اینجا باشه یا حتی نیتشون. The city has come to a complete standstill as we await developments It's a scene of utter chaos inside Parliament House right now. اینطور که مشخصه تمام پارلمان به هم ریخته. حتی جلسه اخذ رأی اعتماد امروز هم لغو شد. افراد خانواده به جای تماشای سریال های تلویزیون چشم دوختن به حیوانایی که خارج ساختمان پارلمان جمع شدن. ما الان چندین ساعتی که اینجاییم و منتظریم ببینیم آیا یکی از اعضای پارلمان حاضر میشه به صحبت های حیوانا گوش بده یا نه. طبق آخرین اخبار قراره که خود شخص نخست وزیر بیرون بیاد تا حرفهای حیوانات را بشنوه. ولی حالا تمام مردم شهر دارن راجع به یه خرس، یه میمون، دو پلنگ و یه توتی حرف میزنن. سلام، من به حرفاتون گوش میدم. الان وقتشه. بگو، حرف بزن الکس، حرف بزن. پیام ما رو به گوش تمام انسان ها برسون. قربان، ما اومدیم اینجا به شما بگیم که جون همه انسان ها در خطره. درسته، بله، میلیون ها میلیون جونور میخوان به خونه و خانواده شما حمله کنن. چی داره میگه؟ خونه شما، خانواده شما، زندگی شما همش از بین میره. با تک تک شما رو میکشیم. این جنگ باعث میشه هیچ نام و نشونی از آدم ها باقی نمونه. شوکه شدید؟ ناراحتید؟ ترسیدین جونتون از دست بدید؟ خونتون و خانوادتون ها؟ بعد نیست شما بفهمید ما چی داریم میکشیم، چون ما به شما حمله نمی کنیم. این شمایی که به ما حمله میکنید، نه فقط از امروز، از مدت ها قبل. با تفنگ، بولدوزر، با کشتن حیوونا. Your pollution and deforestation. A lucky few. شما سگا و گربه ها، توتیایی رو که میتونید باهاشون بازی کنید به عنوان حیوان خونگی نگه میدارید، ولی میلیون ها حیوان رو به خاطر دندوناشون، پوستشون و اجزای دیگه بدنشون میکشید. مگه خونه ما خونه نیست؟ مگه بچه های ما برامون عزیز نیستن؟ مگه جون ما بیارزشه؟ جرم تور پلنگ چیه که باید پدرش کشته بشه؟ اونم تو سنی که باید بازی کنه و بخنده. اون همه ما رو جمع کرده و آورد به دهلی تا خودش رو نجات بده، تا ما برای حفظ جنگل و دوستاشون به آدما التماس کنیم. ولی وقتی رسیدیم به اینجا با اسلحه اومدن به استقبالمون، با فریاد بکشینشون بکشینشون. آره، ما از جنگل اومدیم، پس باید وحشی باشیم. اما شما چی؟ شما که اولین واکنشتون به هر چیزی خشونته. وقتی خودمون رو ترک کردیم دهلی خیلی از ما فاصله داشت، ولی ما همه این راه اومدیم که دلا رو به دست بیاریم و اگه به هدفمون یه ذره هم نزدیک شده باشیم، پس جنگلا رو از بین نبرید، با ما نجنگید. بیاید از امروز همه به جنگ بریم، به جنگ نفرت، نه فقط برای یه جنگل بلکه برای تمام دنیا، برای تمام دنیا. تمام دنیا، تمام دنیا، تمام دنیا. تمام دنیا، تمام دنیا. برای تمام دنیا خیلی زیباست. برای تمام دنیا